باشی مهمان نهایال و هبر آهنی وتی جندگند گدان ٹی وی اتفاق کنگ علمی نیند. گدان ٹی وی وتی چاروں کو گوشتاروں کا نہاترہ یک وسیلہ کے درشان آزادی سر یقین دارید و وتی لس محلوں کے اثراتیہ پر نوشتہ کار و کواس سیاسی و مذہبی سروکان ہمایانی جندے زبان و ہبر کنگ موقع و اثراتی دنت. درود و درهباد په بلوچ راجع شرفمندا تران مراگش ماشمر بندت مروچی وشات گشان مرچی میں سرحال ہیں ما تران کنا بلوچستان بلوچ زالبولانی بابت انچوکہ ماشمر زانا کے بلوچ چا کرنا چے وتی زمین سرا وتی وڑا وتی سسٹم تہا وتی ایتھکسانی تہا وتی کوڑانی تہا نندو بوتا اور وتی زندگی گاواں دیما بران بوتا بلے مرچی گاواں چاراں گوڑا بلوچستان نشتگیں بلوچ یا جنی آدم بھی یا مردین آدم بھی گوڑا آئینی زندگی ہما سکیہ آماچیں کہ اودا آوتی واحشتانی حساب و کتابہ یا کہ واحشتانی واحق دارگا عبید زیادہ تر اگیشتر آہنی زندگی کنگ بیزار یا کہ گران کنگ بوتا ہمیں اترا لہتے نوکتر حالات میں گوش میں دیما یا کہ بلوچستان تہا نوکتریں واقعہ کے بوت کے تاں کہ برمش واقعہ گنہ واقعہ اور ڈنو کو ویلانی بابتا اسی چی پد شاہین خوش کے مکران تہا بوتگت ایک نوکیں چیزاں کے مروچی باندھا بلوچ چاگر دیتا ایر کنگ بوتگاں دومی نے مگا مچاراں کہ بلوچ نہ تہ نہ بلوچستان تہا پاکستان بلوچستان تہا آئی ایک بارے ماں افغانستان بلوچستان و ایک بارے ماں ایران بلوچستان نشتہ مروچی ما گپ کنا بلوچ یعنی اور آل جیڈہانی سرا اور میں امرت داری کرنے گا میں تران مراگش مہمان ہیں بانک عائشہ بلوچ کے ای تعلق سے افغانستان ہے نمروز آئیں میں نتوار بانک کی شما آختی میں دیوان ہمارا شرف دا تو واحدہ سلام واجہ من وتی سلام تمام بلوچ ہر روشی دنیا کے اسنا بلوچستان یا دانش بلوچستان تمام سلام عرض کنی انشاءاللہ که توجه بین اما مروچی وتی بحثا به بلوچانی زالبولانی پرابلم زندگی سکی که دارن آوانی بارا برده شرفمندہ بانک عائشہ بلوچ ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ایشیا چے عبید آئی ایک شرح ایک آرٹسٹ دی کہ آئی دستکاری ہیں نسرا یا دوچا نسرا یا ہما بلوچی ہنرہ نسرا کارکنگا ہیں کینیڈا ہوتی ایک ادارہ یہ وتی جندے اسوا کے سرا وتی جندے محنت نسرا وتی حب و واہگا نسرا ایک بلاہیں جونزی آرٹسٹی نمگا آرگون گوں بلے دومی نمگا گا مچارا کہ گوڑا آئی یک تبھی ہستے کہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اور جنین نسرا ہوں بازیں آئی کار کرتا اور کنگائیں یک کہ آئی جندے زندمان باہر ہیں کہ آئی ایک سفر ہے کہ افغانستان بلوچ جگہ نمروز سے درختہ کو کینیڈا آتا اور دومی نمگا آئی وتی جندے اما ایکسپیرینس اور تجربہ اور آئی زانتے کے در برتا بانوک مطرح بندہ تا ایک جستے کنا کہ تو وط بلوچ چاگرد رستگین زالبولی روایتی اور مذہبی چاگرد نشتگین بلوچ جنک چپے میں ٹریٹ کنگ لوٹیت یا چپے میں ٹریٹ کنگ بیویت پیستو براسانی رول چی بود کرد کنای دا من دیم کردم گوش میں پروگرام ها بود که جان که انترویو داشته یا هنچه که بلوچ کمیونیتی اکتیویست ادا ونکوور هستم من گوان که اما بحث داشتگن که باید تغییر ایجاد ببید یعنی چینج بکنن بلوچانی زندگی تا زالبولانی جاگا باید او چیزی که آنی حقی چیزی که بتواند بلوچانا چو دیگه ملکانی مردمان یا یعنی ایکول سیچویشنی تاوانا بارد بری به آن بدند مثل فارسان مثل پنجابیان مثل دیگه ملکان که مشمه نزدیک هستن من نگوشین که آوانا بلوچان بیاین کاپی بکنن که کانادا رول چونه یا امریکا چونه یا یوروپا چونه اولی اما مشمه جنده چار دوباره مردمان حداقل بلوچان زالبول هما اندازه رایت داشته بین ایشی سر ما کار کنن انشالله که انون ایژوکیتد مردم بازن بلوچانی تا امی براسان ایشان یک کمو که وتی دیده تغییر بدهن و راه زانین که لوتن که تغییر ایجاد بی ولی تنگت نزانش گوجا شروع کنن که یک چالنجینگ این کاری هستی ولی انشالله که دیما برتگه بی تو شما من مروچی یک کمی لوتین که
بعض مردم من دیده من متوجه بوده که اما فکر کنن که آئشہ بلوچ کانادا اشته انو هنچه چونکایی که اوده شروع کرده بلوچ و بلوچستان بارا برده نوکین چیزی می زندگی نه کانادا به من ترین نداده که من پا بلوچم نیدل کباب بی چیزی هسته که من گوایی مزن بوده و گیشتر لوتین که انو من شما گندت که بسته اکسا پشت سر دارین لوتیم گوشین که من هر کس هستون نی پرسونالیتی نی شخصیت ایشان طوری هسته که نی پس لوتا من ای کارا نکنی و من ای کارا نکنی گیشتر که نی پسه آرزو بوده چون این بلوچستانی داشته بید که ای آرزو به دل من تن بلوچستان تنگ جور نبوده ولی اما باز دراجین رای و تیدی ما دارن که انشالله بتوانن یک روچی بلوچانی زندگی تا زالبولانی جایی بی که آنی حق هسته جی منت و شما که اون آخته که نمروز چه درخته که دیم پر کانادا یا که شما نمروز تهابوت که شما اکتیویتیز شما کرتا هم بازش میں جوهدم بازی کارا کدش سماج تا یک مذہبی چاگر دیتا ہے یا کہ بلوچ روایتی چاگر دیتا ہے تی مسئلہ یا مشکلات چی بودن تو فیس کرتے گا من اول لوکی دیمتر برای شیشی که من نیمروز بوده یا بلوچستان بوده من چه که دیمترم گوشته من کابل دنیا تا بوده مزن بوده ولی چون بوده که من آشنایی پیدا کنیم بلوچی کالچر بارا بلوچی چیزای زبرینی که بلوچی کالچر تا هستی و چیزایی را که باید فوکس کنن کارا چینج کنن ایشان نیپس به من یاد داده من وقتی پشت سر یعنی قدیما فکر کنین من 64 سالگی نیپس شروع کرده به ما یاد داده که اما یک تفاوت های گواه مردمان کم دور بره هستن دارن مثلا من وقتی باز گوند بوده که تنگت وانتن و نوشتن یاد نگفته سکولا نشته بوده ولی من بازین شیران نیپس بلوچی یعنی گلخان نصیر شیران به ما یاد داده منو نیدو براست که بادشاه من هستن اما یعنی باز گوند بوده که حس وطن دوستی حس مردم دوستی و ایشان امی پس به می وجود تایشته من شاید 4-5 سال داشته که به من چوک بلوچان هم نیپس یاد داده و به من گوشته که آیره بوانو گیشتر میمانن بلوچ اکتیویستن که کابل بودن لوگا کاتگن کسانی که به حد طرز فکری نیپس بودن تو ایش را اکسپت کرتگن که زالبولانی وضعیت باید تغییر کن آوان شاهدن که دیستگن من مثلا پاون چوک بلوچان وانتر یا من دیسته که نیپس بلوچی میوزیک سره یعنی هر کاری سره هر کسی یک پروفیشنی هستی ولی وقتی یک قومی هیچی نداری یعنی زیرو انتشه همه چیزا مردمانی دی من نه که جندی هیچی مداشته بید میوزیک سره کار کنه گلوتی کالچر سره کار کنه گلوتی که وطر انتردیوس کنه ای تمام کاران نیپس وطی حد توان انجام داده 6 سال تا صنف 6 به افغانستان به نیمروز نیپس درس وانتا بعد شده فراه 2 سال درس وانتا گناشته کابل یعنی نیپس زاگی بوده که نیمروز در بوده 8 9 شروع کرده کابل بوده اما وقتی که تنگت گراجویت نکرده های سکول نیپس پروگرام بلوچی رادیو افغانستان نو که تاسیس کرده بوده یعنی نیپس پروگرام بلوچی همکاری داشتن و اولین میوزیکان بلوچی به افغانستان نیپس کمپوزیتوری نبوده ولی کمپوز کرده بانک پروین میرمن پروین به افغانستان اولین سنگر جنین زاگی هستی که نیپس بیایی بلوچین سانگ را گوی پرکتس کرده کمپوز جور کرده که گوشی ما آده کنن پیمان کنن آزاد بلوچستان کنن این شعری بوده که نیپس را باز سک دوست داشته و آشا اپرچونیتی که افغانستان تا گورنمنت مخالف آزادی بلوچستان نبوده و تی دلی ابر انچلورته بوشید یا من گوند بوده من شاهد بوده نیپس پرکتس کرده گو محمد علم یوسفی
که شن امروز کابل په کار یاته بوده گوی پرکتس کلوگا و من گسیتا گوتی پسا نشته بوده که گوشتی منی وطن یک پچین دیاره، منی وطن دشت و کوساره، منی وطن هر چی اسمنیین. ایشانه ها هیچ وقت شم نیوشانه رو من ایشانه نوانتا، ایشانه نی مجگیتا حک بوده، نی مجگیتا ثبت بوده وقتی من باز گوندین چوکی بوده، شاید 4-5 سال 6 سال. البته ای واجه محمد علم یوسفی وقتا من شاید 8 سال سن داشته که وانتن و رادیو افغانستان تنی پسایر ثبت کرده. سو اگر من انو کاری کنی من گیشتر مردمانی برداشته ای که بلوچستان آزادی جنین زاگانی نلوچن آوانی برداشته من وقتی کامنت انت باز جا گندین اما فکر کنن که یک جنین زاگی بوده که او ده کسی ندیمه گید و آنو مثلا هر چیزی بارا که فکر کنن ای حق نه ابردن من نه من آرنگ نه من نی فامیلی نی پس لوچته که من ایرنگ اکتیو بینی و روچی که من شب بلوچستان ایتا لوچته که من دگو بلوچن کانتکت داشته بینو من پا بلوچه کاری بکنی سو پا من مهم نه که چی فکر کن تو به استراگلی که من داشته مشکلاتی که من به بلوچستان داشته من که بلوچستان دن نمزن بودت وقتی من شده بلوچستان اول که ایشرا به من یاد داده که تا اولین جنکی که یونیورسیتی اشته گوت فامیلیه تا سو نباید وطرش دیگران متفاوت فکر کنه نباید یک وطرف بوشه و من این که ایژوکیتد و آمنی ناکوزا که آی مثلا ایژوکیتد نه شما باز کمتره من هیچ وقت آرنگ نبوده یعنی باز مردمان انو نی اصلین دیما که گندن نی اصلین پرسونالیتی که گندن ایشرا فکر که ایشرا چی بوده که این کر چینج هستی من هر چی که داشته اما هیچ وقت نشان ندادم که من ششما فرق کنیم من ششما گیتر و من ایژوکیتد و من آزادی گیشتر داشته نه من لوفته مچ به این سوسایتیه تمام رایت های که به فامیلیت من داشته وتی جنده دلیت ساخته و لوفته گو سوسایتی مچ بین ولی انو بلوچستان گو ما چی کردن البته ما باز سکین زندگی داشته کابل جنگ بوده و اما همه چیزش دست داده گو ارکین دسته ماشته بلوچستان نی پسه ایژوکیشن اما ایژوکیشن هیچ کجا هم به نظر گرفته نبوده با وجودی که ما لورتگن گو آوان یکی بیان و ترا هیچ وقت برستر نگرفتگن ولی ما دستگن که آوان تلاش دارن ما رجال بیارن یعنی آوان لورتگن به من یاد دین که تا جنین زدی و تا نتوانه تانکا جایی بروی چون مروچی که این نیوز ما مشکل که یک جنین زاگی تانکا به رود تا به لاهور بوده کجا بوده بیچاره ریپ کرتگن ایش سربرزی مردین زدگانی نین خداوند انسان که خلق کرده انسان برتری بر ایوانه دیگه خصلتی تمام حیوانی انت ورگ آپی ورگ نانه ورگ گرمی و سردی حس کنگ نیاز جنسی تمام چیزایی هستن که حیوان انتهام هستی ولی انسان خداوند عقل داده و انسان کنترل داده بیایی اعمال سره خداوند انسان خلق کرده که آزاد انت اگر نه توانست چو حیوان همارنگه که مثلا حیوان دیما یک سری چیزا نپاوان که خوب حیوان ایراوارد کوهی تا ویلن تا آهوی ولی هر چیزا نوارد اما چیزی که پای جنده بادی از ابرام ایراوارد سو انسان هم خداوند توانست امارنگ خلق کن ولی خداوند انسان آزاد خلق کرده که وقت دیساید کن پمی خاطر به مشما گوشته که او در بهشتی هست جهنمی هست یعنی توی که گوشه من گوجا باید بریم ای که مروچی من دیست ایش یعنی که مردین زاگان گیشتر لورتگن کسانی که ایرنگا جنین زاگا گندن آواتی اما خصلت حیوانی سر گیشتر فخر کنن آوان انسانیت بدور شدگن و ای فخری پا آوان نه ای شرمی پا آوانه که انچو فکر کنن که جنین زاگ باید کیجی طبیعی باید قفص طبیعی که اگر دن نداره بید دا یک درنده این حیوان هستن که ای سر حمله کنن ای فخری پا مردین زاگن نه ای باز دردی جا انتا که سوسایتی تا مردم انچون دارن فکر کنن که بلوچن جنین زاگر محکوم کنن دیگه من تران
دیگه یک جیره ایشه که اب میں بلوچ چاگردانی تھا تو کہ کارا بوتگے یا کہ وانگا بوتگے مطلب طرح ما کمک گم بوتا کماش سائد بوتا یا کہ حال حوالے اگن تو گم بوتا ہوں یک انسٹیٹیوٹ بوتا یا کہ دارہ بوتا بلے دیگه یک مسئله که میں بلوچ چاگرد تا ہستے ہیں آیا شبہ کر رہا ہے او دا افغانستان تا کہ وہ بلوچ نیشن فرض کا مطلب مثلا اشرائی وڑکشن کہ یک کی اگر ہوتی جنکار وانگے واسطہ رات دا بلے دومی مردم کہ ہما بلوچائیں سیاد و وارشن نزدیکینا آئی ارکائیں مختلف خبر گوشن یا کہ پساریں گپ گوشن براسار گوشن پتہ پس براس شما یعنی گپانی مجبوری ہے چی وتی زاگے وانا گورت کیریر دی مداری. ها هی بالکل درسته. بلوچان وقتی که اولو که نیپس مثلا باز چیزان گوش داتا به خاطر ایشی که اولی بوده، یعنی وقتی که نیپس در سوانتا وقتی که شنیم روزا در بوده زاگی بوده، شاید 14-15 سالی بوده کابولاتا. وقتا فکر کرده که من نباید کاری کنیم که دیگران شمن گندم بوشن او ای درس وانتا انون گند که این ایرنگ بوده یا ای سیری کرتگو غیر بلوچی ای بار امی زندگی تا افکت بوده که ایش جنی گفته که مثلا شهری ایشی جن گوی زندگی نکن تی تا آخر نرود ای بدبختی این بلوچانی که گو هر کار دیگران زندگی گونه و وقتی ما چوکان به دنیا تگن همیشه گوشتن که ایشی جنک ای وتی جنک دیمدن سکول ایش امود رای تپوت وتی یکی را چوزه کن تو امود روگو کسی مگه چوکی که جنکی که دن نارو تا مگه بی که پسه برای گوش که من 12 سال بوده نه دشتاری کرتگن نی پس وتی برازاک آورده و متاسفانه ولی خوب نیپس امارش گواندیه امارنگه که به من گوشت یاد داده که من باید به فکر مبارزه فا بلوچستان هبین امارنگه به من یاد داده اولین چیزه که گوشی نه ای the strongest word ایمنی فیورت وردن ای کلمه ای هستی که من سک ایره دوست داریم نیپس درزانی درست نه من گوتی پسا گوشتن نه ولی به من گوشته که اوکی تا گوشه نه ای درسته ولی پمنی خاطره یعنی من چی که ارزش دارین ایش را وی دو دیل یعنی که یک معامله پسوجنیک که میانجینه تا پمنی خاطره چی توانه من قبول کرده بودی پس خاطره ولی من اوده پده من 12 سال داشته ولی من پده اوده شرط اشته من گوشی نه به خاطر که لوتی من ایژوکیشن داشته بین می معامله می زندگی تا هنچو بوده که من کسی یعنی می مریج شرطی داشته که منی مرد باید گوما هر جای که ما روان گوما گون بید رایت ای که زندگی محل چوز کنن آن گومن بودن و گمنی ایژوکیشن و نی سوشل اکتیویتی هیچ کاری نداشته نیپس ایژوکیتد مردمی بودن کاری کرده که شباز ایژوکیتد مردم نظر رایت نبودن که وتی جنکه بگواندین سننا وتی برازاکه که درس نوام تبدند ولی پدا فکری بوده که نباید محافظت کن نباید پروتکت کن بعضی حقانه به من داده به زندگیتا اما وقتی من پدا شده بلوچستان خوب اما جنگا تمام چیزش دست دادن شدگن بلوچستان او دیگر نیپس توان سپورت هم نی زندگی نداشته سک پوتی جنده زندگی هم مشکل تا بودن او دا من به خاطر علاقه که به دوته نداشتم من وتی لباس همیشه وته دوته او دا من فکر کرده اوکی من توانین وتی زندگی گو خیاطی دیمه برای من پوچه دوته گوده دوته پا مردم من ایرانه من انچه وقت بوده که 15 ساعت 16 ساعت روچه تا من سوینگ ماشین پشت چرخ خیاطی پشت نشته بوده من لباس دوته ایش را پدا نیپس به ما یاد داده که وتی پاده سر بوشتد و کسی به هیچ کار کم نبید
و په هیچ کاری مردم شخصیت و جایگاه برز نرد. اگر تا پول داشته به، یعنی زر داشته به، طلا داشته به، هم چیزی که تی شخصیت فرقه که شاید یک مردمی که فهم و دانش نداری ترا به خاطر تی ظاهره، به خاطر لباسی که داره ایشان احترام بلی، ولی تی شخصیت چیزی هستی که گوته گونه ته هیچی مداشته به، هم اگر تی شخصیت خوبه تا احساس کمبود نباید کنه. وقتا که من سگ کار کرده، یعنی من 29 سال داشته که دیسک عمل کرده و تیسرینا من یعنی واقعا فیزیکلی باز ضعیف بود، چه باز این کار طولانی مدتی که من کرده. این وقتا واده هیچ بلوچ غیرت نکنی مردا بوشید که تا مردین زگی و ایتی ریسپانسیبلیتی این که و تی فامیلی سپورت کنه. ولی وقتی ما دیسکا عمل کرد نیپس سک یعنی عذاب اطاعتی که من وتی جنه که وتی جنده دست به یک وضعیت تایش من فکر کنم تا آخر عمر من سپورت کنی، ولی آکار رکنی من فکر کنی باید بسیار سوشل اکتیویتی داشته بیم. متوجه هسته؟ یعنی چیزایی که به من یاد دادد شمن لوچت که من آکارانه انجام دهیم و من اصلا نیپس به فکر ایشی نه که من یک روچی نیاز به وتی زندگی تامین کردن شلاز خرج داریم. ای سگ آیره آزرده کرده، بار گومن بحث کرده که تا باید دیورس گره، ولی من چون 3 جنین داشته من نلوچت وتی زاگانی زندگی خراب کنیم. یعنی که پتی کموشی که یک جستیشی که بلوچ اگر دتا زالبول رتبه مرتبه چی ہیں؟ ببینی نظره که اصلا یعنی یک سوسایتی پادک یعنی استندی زالبولن، یعنی وقتی یک فامیلی تا اگر جنین زاگی ضعیفین فامیلی نتواند که زاگی و تی زاگان جوان مزان کن. یعنی فرق نکن که فامیلی تا پس چینکر ایژوکیشن داری، چینکر سرمایه داری. ای اصلا یعنی شما دو فامیلی که یکی ماس ایژوکیتدن، سترانگ این ماس، باهوش این ماس، ای چوکانه تا گنده وقتی ایره کمپیر کنه گو یک سرمایه دار این پسی که جنی چیزی نزاند، یعنی ایژوکیتد نه انت گویی اگه شما کمپیر کنید ایشان زاگ زمین تا آسمان فرق دارن. من فکر کنی اجتماع ماس جوره کند، یعنی فامیلی ماس جوره کند و اجتماعی تا ماسه نقش بازی، جنین زاگ نقش بازی. اگر لوچت که جنین زاگ ضعیف بیان شما مردین زاگ هر کاری کنید شما هیچ وقت انو بلوچستان پچی بلوچستان ای اکتیویست به جایی نرسن به خاطر که جنین زاگن سپورت ندارن. پچی آوان ینگر جنریشن ای فامیلیان که وسترن کمیونیتی تا زندگی کنن جندش اکتیو هستن، پچی بچکش جنکش گوان گون نوان پریشه که ماسش نزاند چیزی، یعنی یا حسی به بلوچستان ندارید یا چیزی نزاند به آمورده و تی زاگان انکوریج نکن، پس هر کاری کن هیچ کاری نتوانی. یعنی اگر لوچت جایی برسد ماسانه باید ارزش دهد، اگر ماسا نزاند باید اگوایی بحث کنه دایر فهمینه. یعنی اگر شما جنک چوک نزاند امارن که بچک چوک وقتی گواندین نزاند باید پای وقت بلد بیر گوایی کار کند که آبزاند که باند آینده بلوچستان آوانی دستائیں. و من استراگلی که من بلوچستان تا داشت که بالاخره من مجبور بود گویی به صابردن که اوکی من لوتی اپلای کنیم دن ندار به این پریشه که من یعنی تا اصلا تا زمانی که موتی سلامتی هم شد است داد من رولی که نیپس اشتد که اما آمانه فالوه کرد. من گوش توانه انو نا چرتی بده که من دیگه بس نه پریشه که من فیزیکلی دیگه توانی این کار ای سکه نداری و من باید وقت چوکانی رما بین. حتی تا جایی که نیپس به من گوشته که بابا من پوتی جنده جنه کم میدل سوچی اگر تو لوته که ویل کنه حتی من پتی چوکانم میدل نسوچی، یعنی من وتی جنده چوکا اول لوتی من آزر پتی خاطر گو تمام دنیا جنگ، ولی من یک ماسی بوده و مثل هر ماس دیگری وتی چوکانم باز با من عزیزم. من نیپس به من اپروف داده که اوکی تفره اپلای کن اگر توانسته بروه من ترا سپورت کن نیپس.
من زندگی تا مهمترین فرد به دنیای تا نیپس بودن. ولی من وقتی بیایی گوشت که شما نیاز نداشتید به مردم گوشه نیپس گوشتی بابا حیف تا نه این که روچی که تا دربه این مردم و دفعه پاچ کنم گوشه ایشی جنک گو یکی جز متوجه است بلوچستان چیه گوشن؟ و ای باعث بودی که گوڑا اما بلوچن اما آوان که نیپسه دیما واقعا هیچ کجامش در حدی نهتن که بیایم گوشن تا نتوانه ای کار کنیم. آوان پدا با هم نشتن گوشتن او ای وتی جنکا دیمدن دیمدن نو پرابلم. ولی اما چوکانه نیلن ای بار ای جنکانه گوجا زوری با کفر موکا. من لوتی آوان چالش دیم شما مردین زاگه کای کانادا بیاید به کانادا زندگی کنه و من گیندیم شما الکل موارد من گیندیم شما پدا حاضر باید که چوپسش می گوشش می ماسگی تو بار شما رو بکن سور کن و یک کسی بود که عمرانه بستگی من جنین زاگه هست ولی من این کرتوان داشته نیپس زانته که من چی کرتوان داریم من این که کنترل و فامیلی سر داشته آوان تمام جمع بودن آوانی تصمیم ایش بوده که منی چوکان دیماشی که من بلوتیم بیاین دن نه شمم گیرن حتی به جایی که آوان لوتن که آوانی نکاح در غیاب پسش فورس کردن که تو باید نکاح کنه و تیجی نکنه و ای تا اگه نتوانه به زور کشش کنه ایشان نتوانن مثلا وتی جناب روم به زور گیرن شاگسته تدار کنن اما نه شناختی که شمن بچه کنم می فامیلیه داشتن زانتن که من آوان دنیا خرابه کنم گوشتتن نه نکو اگر ماستش رازی مبین ما نلو انونین ورنا هم آنکر درک و فهم دارن ای ابریشی که اما وقت مردمان اجازه دارن که چی کرده ما ظلم کنن و من خوشحالم چیشی که پستی داشتن با وجودی که بوتی فکر کچون ما اولینون ایش را ای تمام فداکاری هستن ای تمام ایثار هستن که لورتب کند په بلوچستانه و میلید که مردم آی که ایژوکیتد نوان فکر کنن که اگر اماوتی بچه که یا وتی جنه که بلن که برو ایژوکیتد بید آوان زد بلوچی فرهنگ دیماران من 20 سال نزدیک دنام تنگت یعنی وتی فرهنگ دوست داریم وتی کالچر دوست داریم وتی مردمان دوست داریم ولی من دیگه ابران مفتین نوشتیم دیگه هیچ اصلا من ارزشی ندارم که چیه بوشن هر چی لوتن بوشن ما هر چی که درسته اما کار انجام بدیم जी वानो के गप्पा में नोके हालत तक निम गबर आंचु किसी तो गोशगाते और मा सरपदा के बलोच मतलब एक हंचे कौमी बूता है हंचे मर्दों बूते का बलोच नहीं हंचे रवियत और रवायत बूते का कि आयनी कदी आया जालबुल निसरा या गोंडुआ निसरा पर जर्रे खातिर तोपंग चेस न करता या क्या ना लट न दाता का आयनी दुजिया नहीं हम कोड बूते का गेसान शोता का मतलब आज जानी ने होती एक रिस्पेक्टिव बूता एहतराम बूता जंगा नहीं ता हो आ ये वरना बूते का पलन्नू के माचारग आया चीज़ अभी यक्के चीज़ें माहानी तहा के बलूचिस्तान तहा ए तुरबत है स्पेशली के सारी ब्रह्मशा वाक़िया बू पदा मलिक नाजो कुलसूमी वाक़िया बूता के यक्की दुज़िया नाम शोता ईशान जनक बूता और पदा अन्नू अतगा शाहीनी के आ एक आर्टिस्ट या मतलब एक एडिटर या किताब या दसगोहार है और एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट या एक शायर या तो अंचो गुश्त करने के बताएं पंच मर्दों में कत्ल या पंच मर्दों में कोश जिम्मेवार एक के कुछ ये हालत नहीं चुशें बदली के यकदम चु बदल बुआ और दुनिया रवायतन पादा नहीं चीरा करना और ये बड़े हालत नहीं दे में आएगे सबब चीबूत कुछ करना तय ख्याला سبب نی نظر و گیشتریشه که دیمتر بلوچستان قبیله‌ای حالت زندگی کرتگان من زانه که از سرداری نظام تا که هم بوده باز جهان ظلم هم بوده باز جهان مثلا بی‌عدالتی هم بوده ولی بر ادعای که وقتی یک فامیلی سردار هسته آوان اکسپریانس بی نه شوتی مستیکن شوتی اشتباه درس گیرن آوان یعنی یک سرداری با ما وتی اندازه طرز فکری که داشته آوان کنترل داشته و دیگه مردم هم مجبور بوده غیر
چی کنه از سردارن و تر فکر کرده مثلا اگر ناروی تربی بوده یعنی قومی بوده یا رخشانی بوده یا مری بوده ایشان امی سردارن و تی میانجینه هم یک کمی سیالی داشته که چین کرد نظامش آوان جنده قومی تا زبری ایده یک قانونی بوده وقتا اگر کسی مثلا به جنین زاگی تعرضی کردین یا طرف عیسی کردین یا بی حرمتی کردین گوره از سردارن شوتی سرام گوستگن من باز جهان دیسته که باز مردم آنه گوشن که سردارن ظلم کرتگن ها ظلم کرتگن باز وقتا من نگوشین نکرتگن ولی ابر ادایی که ظلما گیشتر آوان عدالت کرتگن شما بلوچ نظام تا هیچ جا نگنده که بلوچ جنین زاگی شده بید غیر بلوچی گسه تا کار کرده بید بلوچ غریب بودتگن ولی هر چی بودتگن و جنده لوگه تا و جنده قومه تا بودتگن هایی که داشته مجبور بوده ایره که نداری دند یعنی اما حدی که زندگی کنن دیگه ای حرمت و احترام قانون که به حساب طایفه‌ای و ایشان بوده اما وان ساتته بوده انو هر کس منی لکه انون تا گنده یعنی وقتا اگر یک سریکت ابردن تو اگر یک چیز را بیایی کاران تا گنده که اشتباهی اگر روی گویی ابرده سرپدی بی ولی انو هر کجام و قوت یک رنیمه گیروانه پی خاطر ای انو گیشتر مثلا قانونی دیگه نه جنگلن انو دیگه جنگلن چو حیوان هن چو هر نیمگه ویلن انو ای حیوان درنده ای که به نام مثلا هر کسی بوده مردی بوده شاینی ای امتیاز پایینه من گندین که باز جهان بلوچن جنین زاگنه یعنی کشک بیان و هیچ که تواره چسته نکن پریشه که آی که ایره کشته نام ناموسی سره که لیکیش مثلا یک کاری کرده که باید کشک بودین و اتا اما جنین زاگه وارث هم هیچ چیه نگوشن یعنی ایران شهر که من دیست که جنین زاگه این سره ریپ کرتن آوانه ولی انچه ایره دف نکنه ایره آکه چی را کنه و اصلا جنین زاگه ولیو یک انسانی داته نبی ای باز درد دارید ای بلوچستان تا بخاطر که بلوچستان آزاد ملک نه پنجابی هم پروای نه که بلوچ چیز ظلم بیاوانی ملک تا پنجابی هم لوتی که بلوچ کوشی بلوچ سرینا پروشی ایران ملک هم مارنگه یعنی من این که دیسته که نفاق قومانی میانجینه هسته این موچش بدبختی همه که او دا امی جنده نظام نه و مردم انچه بیوارث و بیوان بودگن به خصوص مردین زاگن انو هر کس و ترسری داری آی که ایژوکیته دستن باز نلوتن انوالو به این بی چیزان اما وقتی که شدن بلوچستان نی فامیلیتا آتن گونی پسته مجلسی کردن که اوکی تتنون ادا نبودگه نی پسته مزانتر امبراس وفات کردن انون مزن قومی ریش سپید قومی تا به نی پس گوشتی که من اصلا پی کارا جور نبوده کاری که شما کنید کاری که نسل در نسل بلوچستان تا رواج داشته ایشان ما اصلا قبول نداریم من گوشی اگر بچه که روت کاری یکند که گناهی کرده اما جندی باید سزا داده بید باید جندی محکوم بید نه که ای گوارا بر ای چپه تبده گوشتی اگر پامن بیم نشما مزن کنید اگر یک بچه که رو یک کاری رنگ مردینی رو این کاری یکند گوره من ای جنده از گیرین دین آدگه مردم دستک بیایی حقای ظلما کرده گوشیم پوزو گوشه بر من هیچ وقت وقتی جنه کرا ندین به خاطر که یک بچه کرا ساتی این چیزی است که وقتا نیپس تانا بوده نه این مزنترین جنریشن وقتا 100 توار نبوده یک تواری بوده یک توار وقتی زانته که تاثیر ندارید مجبور بوده یعنی وقتی شما یک مردمی دارید ابرده اگر مردم زانت که درک شما ابره ندارید شما گویی فایده ای نداری بحث کنید نه تا خاطر من فکر که انون زمانه گوسته انون دیگه فرق کن انون ماشاءالله من گیدیم بازین مردم ایژوکیتد این هستن بازین مردم که ما طرز فکر که نیپس وقت داشته آوانه دارن من فکر که انون این ریسپانسیبلیتی ایشانی مسئولیتی ایشان بوشتن میلن
کسانی که قانون جنگل انون دارن بلوچستان تا آوانی دیما ایشان بوشتن. پتہ دومیشه کہ بلوچارا ان کے ریاستیں ہستے ہیں اور بلوچارا نہ کہ یہ ریاست کار ہیں اسٹیٹ کار ہیں کہ شہری یعنی مطلب رائٹس دیں گان پروٹیکشن کرنا گان یعنی عزت اور زندگی بچہ رہنے کے خاطر بلوچارا وتی چاگر دے تھا چشیم سرکاری یا کہ ملکی سپورٹ گوننے اور نہ کہ ادارہ و اسکول ہستے کہ آئی تربیت بھی گڑا ہمیں رنگا پتہ دومین ہوگا تو چارہ گڑا نیگیٹیو اثرات گیشتر آیا نا پرچہ کہ آپ کوشش کرنا گیا وقت دشمن آتی دماغ نہیں تھا مردمانی تھا کشاں آنے بعد ان چیز ایشی سر چے یہ حالت نہیں تھا گڑا بلوچ نو چوں پکاؤں کہ آئی وسط زندگی مطلب انچوش مشکلیں چوائس ہے اپنے روڈ اسکول اسپتالان سے بیزار آوا انو زندگی وسط آئی وسط مسئلہ ہے. من بازی کسان دیسته یعنی اما کابل بوده چون تین فامیلی دیگه بلوچ هم بوده گن انو من گندین که دو وره بلوچ توانن که وتی زندگی تا دو را وتی دیما کلن یکی چونی پسه که وتی لایفه تا پای بلوچ بوگ مهمه ده یعنی لوچید که اگه بلوچی کالچر تا چیزی هست که باید چینج بید ایره لوچی سر کار کن لوچت که کار کن تو آوان تغییر بدن و ایره شروع کر شد جنده فامیلیه تا یک مزانی مردم را جز کردن که تا چونکایی توانسته وتی چوکانن چوجوان تربیت کنه گوشتی ما اول وتی جنده تربیت کرد من وتی چوکان کاری نکم ما اول وتی جنده تربیت کن من یکی دومی مردمان که من وتی دیسته من نگوشی هیچ چیزی رانگ و رایت نه یعنی هیچ چیزی نه که تبگوشی ای کارم من کرده درست داره هر کس حق داری وتی زندگی وقت انتخاب کن من بازین بلوچانه گیشترانه که دیسته اوان لورتگن که وتی جنده زندگی فکره به اوان درس وانتگن و من دیسته که هزاران جنک بلوچ شاید هنون دکتر هستن ژورنالیست هستن شاید بالای دیگری دارن ولی اوان بلوچی کارن سر یعنی لورتگن شاید دردسرن استرگلن بلوچی دور بیان یعنی ابر ادایی که اوان انون مردین زاگن درستن که درس وانتگن جنین زاگن هم درس وانتگن ولی هر کجام وتی رایتش تو باز یک تعداد مردین زاگن اوانی نشنالیستی حالت هست یا احساس دارن لوچن وتر وارث بلوچستان بگوشن ولی پدن نظام نتوانن چینج کنن به خاطر که او دگنده که بلوچستان تا جنین زاگنی حمایت اوان نیستی من فکر کنی که ای سکین کاری حتما سکن تا ولی باید شروع بید انا به خاطر که یک و دو نه ماشاءالله بازین اکتیو انا من گندین که مجگش گیشتر پاچه اوان یعنی جامعه بستگینی که دیمتر بلوچستان تبوته او ایره قبول نکنن ولی بیاین امی کسانی که تنون وتر هر کجامی انو وتر هر کجامی دست سلفونی هر کجام دسترسی به اینترنت داری و هر کجام وتی جنده دیما وتر یک لیدری داری بیاین اوان بوشن دفاع بنده اوان بوشن که شما در حد نوید اوان بوشن که شما غلط گوشید بحث کنن با اوان و اوانی دفاع بندن و اوان یاد دین که باید مجبورن تابع زمانک بین اما اگر وقت هم دل پا می جنده مسوچید باور کنید هیچ کسی دل پا ما نسوچید و این مزن درده که جنکان پشتگه بیم مردین زاگی وکی عصبانی جای دیگری که هر کشی و برای این ناموسی مسئله و ارزش یک حیوانی هم حتی مردم پس اگر رو همسایه سایر همسایه گی تو کشی تراوی کلی گوی دعوا کنه که یه پچیم نیپسا کشتگه ولی مردم هنی جنک هوانی دلی توبکورا گنده که کشتگه بی تو ای خجالتن تو شرمسارن شیشی تا اگر فکر کنه که درستی مردمی نه خداوند اگر نکاح را گوشت روا کرده طلاق را گوشت فرض اگر تو نتوانه ساته اگر فکر کنه که تی جنبتی در دانوار طلاقی بده ای آسان ترین رای ولی ای که کسی بلوچی کسی را پوشید ای اصلا حیوانی این کاره ای اصلا انسانیت بدونه بالکل هر کس مثل ایشی همانی که من فاد به این وقتی 5 ساله چوک را پوشید فرق مردین زاگ و جنین زاگ زور بمیشین یعنی
مثل که من چست به این بریم 5 ساله گرفت کشین چین کرش نظر شما من این کار حیوانی انده امان کر وقتی یک مردین زاگی چست بی تو یک جنین زاگی را کشید امان کر حیوانو درنده معلومه بید من نگوشین که شاینی مرد ای اصلا مهم نه که شاینی مرد به چه حدی ای نالج بوده چین کر ایژوکیتد بوده چنه مزن فامیلی بوده این مهم نه کاری که کرده حیوانیه و شاین سنی باز کم بوده 26 ساله تا این کار کرده شاین من گین یک مردین زاگی دیگر شما پا من مثال دید یک مردین زاگی مثال دید که شاعر بید ژورنالیست بید اکتیویست بید و آرتیستی هم بید شما فکر کنید که این 5 مردم یک مردمی بیشعور یعنی حیوانی آتا کشتن و تنگت دارن ایر توجیه کنن تو یکی گوشید که این فکر نکرد تاثیر کردن آخه شما به من گوش چونکایی یک مردم پرسونالیتی تا توانه بزانه که این یعنی واقعا ایش جوانی مردمی خب فامیلی دیسته مزن این فامیلی بوده گوشته اگر این نام مزانت درک مکن گوره یک کسی دیگر یک شیک جالتر این فامیلی ها نزن بعد غیر شاین دیماش سیرکند این که اکتیو بودن و تا مردمی اصلا من نزانم که چونکایی دارن توجیه که ای پس و براس و ای فامیلی چون لوچن ایشا به مردم هم گوشن که یعنی آوانی فامیلیتا ای بچه که مزن کرتگن که ای رنگا وتی جنات توی تکن تا اگر فکر کرده شاین کارایی که کن دوشه اندازه ایستی که تا لوچه تی جن انجام دن تو اصلا مزنترین اشتباه کرده که حتی یک وایی سیر کرده جی منوار بانک آئشہ بلوچ کہ میں دیوان وحد پاسم دا آثر بے گئے تو متی محنت کریں کہ تو آتے میں سرپدو چاروں کو گوئی درو کنا سرپدی داتا میں دیوان ہمدہ وحد پاس آثر بھی شرفندہ بانک آئشہ گوشہ گمیشہ کہ انسان ہما ٹائمہ وانندھ یا انسان ہما وحدہ زانتکار یا کہ ایجوکیٹڈ گوشہ بھی کہ آوتی اول وتی فرزان بزان دومی وتی فرزان کہ زانت گوڑا وتی ھکانی اون زانت ہیں بلے فرق کے شئی کہ مردم باعدیں وتی زندہ اور وتی ایتھکساں اور وتی ہمر روایتانی زانگ اور زندگی سرپد بوگے نام یا کہ زندگی دربرگ نام ایجوکیشن ہے گمی گپا مروچی کے میں پروگرام دا اثر بھی تاکہ دیمے مراگشہ زندگی شمیں وش بات